میخواستم یه چند کلمه‌ای راجع به یک خبری از ایران داشتیم. آیت الله خامنه‌ای دیداری کرده بود با جمعی از شعرای کشور و در اون گفته که روند شعر و ادبیات فارسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو به رشد و تأکید کرده که شعرای کشور باید با استفاده صحیح و مناسب از زبان فاخر شعر روح امید، حرکت و پیشرفت و در جامعه و مخاطبان خود بدمند. آیا شما از این فرموده آقای خامنه‌ای پیروی میکنید در کارات؟ نه، من احساس میکنم که ایشون چون شاعرها اونجا بودند و ایشون دیده اونها شعر میگن، بچه خودش نمیتونه شعر بگه، یه چیزی گفته همچین در ردیف شعر. یک بار دیگه هنبشا رفته بودن که ایشون چند سال پیش و ایشون باز فرمایش فرموده بودن که کاش که ما هنرمندانی مثل چارلی چاپلین در کشور خودمون داشتیم که همون موقع من یک سروده به اسم کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم نوشتم و الانم دارمش. حالا نمیدونم به ترتیب یکی از اینها رو براتون میخونم، اما دیگه نمیدونم راجع به این فرمایش آقای خامنه ای جز همون عرضی که کردن چیزی بیشتری بتونم بگم. همون چارلی چاپلین رو میشه برای ما بخونی هادی جان؟ من این غزلای من این رباعیای آره اتفاقا این دفعه من یک کمی منظم شدم بعد از این گفته آقای خامنه ای کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم، ختنه کرده تابع دین داشتیم، با همان کفش و کلاه و آن عصا، ظهر از آن میگفت با بانگ رسا، توی فیلم لایملایت میزد قمه. این عکس رو میذاریم مردم خیال میکنن این چارلی چاپلینه و اجازه بدید آقای خامنه ای فرمایشون تموم بشه. نه شما ادامه بدید، شما ادامه بدید هادی جان. باشه، ناخه صدای من میره روی لب زدن ایشون، من خیال میکنم ایشون داره شعر میخونه. خلاصه کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم، ختنه کرده تابع دین داشتیم، با همان کفش و کلاه و آن عصا، ظهر از آن میگفت با بانگ رس. و عکس‌ها رفتن الحمدلله. رفتن. من کم کم داشتم به مردم گفتم آقا چشمتون ببندین این شعر منو گوش بدین، چون که قاطی داشت میشد. با همان کفش و کلاه و آن عصا، ظهر از آن میگفت با بانگ رسا، توی فیلم لایملایت میزد قمه، تا بریزد خون او یک عالمه. چند تایی بیوه ناب شهید، صیغه میفرمود در عصر جدید، توی فیلم روشنایی های شهر، رشدی بدکاره را میداد زهر، غسل میکرد و به خود میبست لنگ، توی فیلم کنتسی از هنگ کنگ. کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم، از برایش درس و تمرین داشتیم، مدتی در حوزه منزل می نمود، مشق توضیح المسائل می نمود، مثل طرز شاش کردن با اصول، همچنین اندازه و سایز دخول، یا که طرز عشقبازی با شتر، شستن پایین تنه در آب کر. کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم، یک عدد آخوند شیرین داشتیم، بر سر خود می نهادی گاه گاه، کاشکی عمامه جای آن کلاه، ناگهانی سبز می شد از زمین حجت الاسلام چارلی چاپلین، رشوه از گبر و مسلمان می گرفت، داد خود از بند تنبان می گرفت، صیغه های زیر سن 16 می نمود ارشاد از سر تا به ته، منزلش در سلطنت آباد بود، خانه تیمسار خسروداد بود، اعتقادش محکم ایمانش قوی، رخت خوابش مال شمس پهلوی، فرشهای خانهش یک در میان مال حی و ثابت و الغانیان، راست بهر حفظ مذهب نیزش، درد مستضعف همه بر بیزش، قربتن لله گرم لفت و لیس،
حجره در قم داشت، ویلا در سوئیس. آرزوی او نجات شهر قدس، رختش از لندن فروشگاه هرودز. بر زمین بنشست آقا سیدعلی، گفت قبل از اختراع صندلی، کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم، فیلم او در خدمت دین داشتیم. یک نفر چارلی خوب و مکتبی، پیرو من یا خمینی یا نبی. روح چارلی داد پاسخ ای عمو، باز باطل کرده ای از خود وضو. چارلی گر بود در ایران زمین، بود جایش توی زندان اوین. می شدی تاراج اموالش همه، چوب دست و دستمال و قابلمه. جرم او خنداندن مردم بودی، دشمن جانش رژیم قم بودی. تو صمد را از وطن دادی فرار، چارلی چاپلین هوس داری برار. در خور تو رمبو است و راکی است، آن دو را هم مذهب صفاکی است. یک نفر بوده همه مولایتان، حق بیامرزد دراکولایتان.